بیاگر دارم آقای شفیع عیار. بفرمایید دوست عزیزم. آقای عیار فکر کنم در حدود 15 سال 16 سال شما در شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارین، درست؟ نه خب بیا قبول میکنیم، بفرمایید. در این جریان من خودم شاهد هیچ مناظره خودت با یک عالم اسلامی نبودیم. موضوع اول شاید بوده باشین. ما از وقتی که شروع کردم مال ملا میترسن که بیاین، در وقتش می آمدن. از ملا کوثر گرفته تا ملا کوثر حتمی میشناسینین خودتون. الحمدلله تمام علمای جهان اسلام تا حد اندازه، خاصتا علمای افغانستان. خودت ملا کوثر که میشناسی مناظره مرا با ملا کوثر ندیدی؟ بدبختانه نخیر. خب خیره. ولی چی منظورتان است که یعنی چی؟ منظور من این است کنین آقای شفیع عیار، یعنی شاید شما یک مناظره با آقای کوثر کرده باشین. نه زیادتر است اما خیر است. خیره حتما ما خودم شاید نبودیم دیگه. آقای شفیع عیار، عربی روان خودت یاد نداری؟ انگلیسی اکادمیک خودت نمیفهمی؟ پشتوی روان خودت یاد نداری، میماند از زبان فارسی، درست؟ بله. هر عنوانی را که تو انتخاب میکنی مطالعه کردی، علمیتش داری. هر قانونی را که تو میگذاری من حاضر هستم در یک تریبیون آزاد با خودت مناظره کنم. دوست گرامی، ما برات میگم که و بارها گفتیم که مناظره ما کسی میکنم که در امو حصه که ما هستم رسیده باشه. یکی دوم دیگه اخلاق مناظره را داشته باشه که حتمی خودت داری، معلومات داشته باشه دو، و دیگه ای که مردم او را قبول کنه به حیث نماینده خود. ما کتی یک آدمی که هیچ کس نمیفهمیش اما کت از اون مناظره کنم، وقتی که اون وقت چی میگن؟ میگن او ساختگی بود. بنان یک آدم باید باشه که مردم بگه اینمی نفر ما هست، اینمی کلان ما هست. خودت همون نفر هستی؟ الحمدلله آقای شفیع عیار، از علمای داخل افغانستان شروع تا علمای غربی را هر یکیش که تو میخوایی من از وا سند آورده میتونم که در مقابل خودت در هر عنوانی که در ذهن تو میگرده حاضر به دفاع هستم و من هم حرفای خواهم داشت در مقابل خودت. حالا برای ما بگو که در سطح افغانستان از کدام عالم من خط بیارم، سند بیارم، ویدیو بیارم که تا خودت در مقابل اینمی مناظره هر شرطی را که تو میگذاری من قبول میکنم. از اولی که شما مجبور نیستین که از کس خط بیارین، خود دمون موقع باید رسیده باشی که مردم با تو به حیث لیدر خود ببینن، به حیث زعیم، به حیث بزرگ مذهبی خود ببینن. خودم معرفی کو برم، چون ما که تو آشنا نیستم که ما ببینم که همون نفر هستی یا نیستی. اسم شما؟ آقای شفیع عیار اسمش؟ در تیک تاک به نام افغان دعوه مرا میشناسه دوست عزیز. نامم است مسعود سحار. خب بسیار خوب. تا حال کتکی مناظره کردین؟ در سطح افغانستان هیچ ملحدی حاضر به گفتگو با من نیست و با هر ملحدی که ما گفتگو کردیم ویدیوهایش وجود داره و جگرخونش کردیم. جگرخون کردن راه رسیدن و یک هدف خوب نیست که خودت اگر از او کسایی هستی که برای جگرخون کردن مناظره میکنی، ما با اوت نفرها اصلا گپ نمیخوایم بزنم. اگر خودت یک آدم هستی که فکر میکنی که معلومات داری و دریافتی حقیقت که ما از او غافل هستیم میخوایی ما را نشان بدی، باز او یک دلیل داره. ما برای ازی که دندان تو را بکشم یا تو دندان ما را که تو گپ نمیزنم تا حال و چیزای لچکی است که مردم میکنه که فکر کنین شفیع عیار زمانی که ما میگیم جگرخون هدفی است که دروغ‌هایش، تلبیس‌هایش و تدلیس‌هایش به مردم معرفی کردیم، نه که ما او را
در دنیای مجازی با مشت و تیلی رفته باشیم. نه خیر، هدف ما از جگرخونی یعنی دروغ‌هایش، تدلیس‌هایش با مردم در مقابل مردم با سند و ثبوت ارائه کردیم. آقای محترم، ما 13 چند برنامه دارم، سر مسائل مختلف گپ زدیم. تا حال چند تا زیر آمدی تحلیل کردی که اینی غلط، اینی غلط، اینی غلط، قرآن این تو میگه یه غلط، حدیث این تو میگه یه غلط، این کار کردی؟ بله، شما در 13 برنامه امو پخته ترین دلیل تمیال پیش کو که امرای از او بحث کنیم. بفرما دوست عزیز، 13 برنامه داری، قوی ترین دلیل تا بر ما پیش کنیم، این دقیقه سر از او بحث میکنیم، ببینیم که کی تحلیلش بالاست. دوست گرامی، یک دو هفته پیش در سر یک حدیث گپ زدم که رسول الله در زمان حیض با خانمایش هم خوابگی میکرد. در سوره بقره آیت 220 گفته شده که با زنها در انگام حیض هم خوابگی نکنین. در این ما چی غلطی کردیم؟ خب دوست عزیز، اول قاعده عمومی، آیا اسلام برای مردان مسلمان اجازه داده که در وقت حیض با زنها هم بستر شود یا خیر؟ بفرمایید. شما همین سوالم از شماست. گفتم آیا اسلام اجازه داده که با یک زن حایض هم بستر شود؟ قرآن در سوره بقره آیت 222 این را قدغن کرده که با زنانتان در انگام حیض هم خوابگی نکنید. این را قبول داری از روی خط برد بخوانم؟ بله این را قبول دارم. از عقیده خود آقای شفیع عیار به تمام معنا و آگاهی دارم که در مقابل خودت قرار گرفت. یک سوال از خودت کردم که همین تفسیری را که ما قرار بودم که محمد بله این را قبول دارم. در اسلام کسی با زن حایض همبستر شدن حرام است. هدف از همبستر شدن یعنی دخول. اما اگر زن حایض باشه قرآن تلاوت کرده میتونه، مردش را بغل کرده میتونه، او را بوسیده میتونه. یک دلیلی که ما که شما مناظره نمیکنم که مناظره وقتی که میکنیم سر یک مسئله بحث میکنیم دموسته، حالی که باز قرآن تلاوت میتونه و اینا یه شامل بحث نیست. اصلا از تلاوت قرآن با خود صحبت نکردیم، فقط در اینمی امر ما با خود صحبت دارم. افغان دعوت خودت میگی که دخول گفته نکنه، نه؟ امیر سوره بقره را آیت 220 را بخوان که می کلمه دخول در موجه هست. خودت عربی بسیار میفهمی که امیر بفهمیم که دخول گفته یا نه؟ خب سعی کنین شما اگر هدف تی است که تو کلمه دخول در آیت قرآن پیدا کنی، نه نیست جناب. ما قاعده کلی را برات بیان کردم که در اسلام با یک زن حایض دخول صورت نمیگیره، اما زن تا بوسیده میتونی، نوازش کرده میتونی، زن قرآن تلاوت کرده میتونه، هیچ باکی نداره، هیچ ممانعتی نداره. وقتی که در قرآن گفته میشه که شما نمیتونین همخوابگی کنین، همخوابگی و دخول فرق داره نداره؟ بله آقای شفیع عیار، خو اینجا شما باید بفهمین که قرآن ادبیاتش بالاتر از درک موضوع است و او اونمو شکلی که صحبت میکنه. اینی گفت که شما میزنین که درک قرآن بالاتر از درک ما است، ادبیات قرآن معنای چیز که خودت امو خوره که خودت دیدی سر ما میخوایی به قبولانی، به هیچ وجه نیست. در قرآن همون با وضاحت گفته شده که با زنها در وقت که در حیض هستن هم خوابگی نکنین. جماع نگفته، هم خوابگی گفته. هم خوابگی یک معنای وسیع‌تر داره از جماع. جماع یک معنای خاص‌تر داره، هم خوابگی معنای عام‌تر داره. در هم خوابگی دست زدن، بوسیدن، کشگیر کلگی شامل به شمول جماع. جماع در هم خوابگی هست، دست زدن، بوسیدن کلش. انگام حیض برای یک زن ناگوار، کلمه ناگوار هم در موجه آمده، یعنی یک زن خوش نداره که همراهش در اون وقت تو معاشقه کنی.
و ایره قرآن هم میگه پا میزنه. اما در حدیث آمده که میمونه میگه که وقتی که ما حیض می بودیم و رسول الله با ما خوابگی میکرد، یعنی که محمد با اون چیزی که در قرآن آمده بود عمل نمیکرد، باور نداشت. اینا رو سیکو دلیل از اینکه من بحث خود میکنم سیکو آقای افاندوا، این دلیلش است که کتی یک کس بحث میکنی، مناظره میکنی که بتانی قناعت بتیش یا بتانه قناعت کنیش. اینه میگه که ما برای خودت 100 سال بزنم که قرآن اینو تو گفته اینه میکشم، خط قرآن برات و خط حدیث هم برات میکشم، اما آیا خودت حاضر هستی که قبول کنی؟ با هیچ وجه نه، به خاطر که خود دلایل دیگه داری. نه ادبیات قرآن قبالاست که موضوع غلایش نمیفهمیم، او دیگه معنا داره. قرآن ادبیات بیخی پایین برات میگه که بازن در انگامی که در حیض همخوابگی نکن، همخوابگی را تو همخوابگی کلمه خدا را تغییر میدی، همخوابگی را جماعت باشه آقای شفیع عیار، باشه. For sake of argument I will be agree with you. یک دقیقه من یک سوال دارم. نه سوال دیگه برات وقت نمیتم. ما وقتی که بحث میکنیم با مردم، با کسای بحث میکنیم که چانس ازی باشه، یک کلیت منطقی داشته باشه که یک